به نام خداوند جان و خرد. دشمنی شیطان و انسان. وقتی که کودک تولد می شود، اگر شما اهمیت داده باشید، البته او در وقت تولد شدن گریه می کند. سببش آن است که او را شیطان لعین شلاق می زند. از همین جهت او می گرید. از همین وقت شروع نموده تا وقت جان از بدن برآمده، این شیطان لعین از قفای انسان شده او را به هر راه بد دلالت می کند. انسان باید که هوشیاری را از دست نداده کوشش کند که شیطان او را در دام خود ناندازد. بدان که اول چون کودک از مادر تولد می شود، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامت گفته می شود و به کام وی شیرینی رسانده دعای برکت خوانده می شود. وقتی که کودک را در گهواره خواب می کنند، در وقت جنبانیدن گهواره مادر او را الا الا گویان می جنباند. این الا الا نه، بلکه الله الله گفتن است، تا اینکه کودک در گهواره الله یعنی نام خدا را یاد گیرد. الله در اصل الله است، لیکن مادران از جهت نافهمی به جای الله الله میگویند. الله گفتن از جانب نویسنده کتاب برای مادران محترم هم الله هم دعا. اینک الله مذکور را به سهم شما میرساند. الله 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 جانم الله، کلان شوی چقان شوی، خواننده قرآن شوی. الله 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 جانم الله، جوینده ایمان شوی، دستیار مردمان شوی. الله 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 جانم الله، گوینده الله شوی، هم ناصر یزدان شوی. الله 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 جانم الله، فرزند با کمال شوی، با نور و با ایمان شوی. الله 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 جانم الله، در گفته الهی جان را فدا نمایی. الله 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 جانم الله، ای خداوند کریم چاره ساز، ده به این فرزند من عمری دراز. الله 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 جانم الله، ای خداوند کریم راهنما، از کرم بر طفلکم راه نما. الله 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 جانم الله، ای خداوند کریم با کرم، خیر و احسانش دهی تو از کرم. الله 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 جانم الله، ای خدای هر دو عالم، ای خدای مهربان، تو نگه دار طفلکم را در امان. الله 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 جانم الله. تشکر زیاد به دقتتان. متن الله مذکور را در زیر نام میگذاریم.